سعید برادر زنم میخواد بکشتم. چیکار کنم داداش؟ یه کاری بکن، من تو رو خدا بهش کردم. گفتم من خیانت کردم، من نکردم. من نمیتونم. آقا یک تسکو پراید میدم. خب برو اون پشت. ناصر تو آقا ناصر. بابا ناصر آجاقا ما نگو. اینجا یه ناصر داریم، خیر مدرسه‌اش اونه. ناصر من برادر زنتم. آقا امیر چقدر شما تعریف میکرد، چقدر میگو این برادر زن من خوشتیپ، با معرفت، آروم، عاقل. بعد اون وقت با یه دخترمون بلونده چیکار میکنه خیره؟ اون که دوست دختر منه. من مسافرت بودم واسه نگفتم ناصر، چون انقدر با این دوست آدم دختر تو چشماکه فلانه. ما چه لب و لو با اینا دیگه. ماچ نه، دوست دختر من برگشت به من گفت من ماچ من انقدر به مثل چشام اعتماد دارم که رو لذت کاریو نمیکنه. چی؟ ماساژ قلبه. تو کیه؟ واسه کمک به قلب. فیلمش در اومده تو این خراب شده. 2 روز پیشو میگی نکنه. بله من بودم داداش، من چهارشنبه شبا یه ذره کرونا عوض جوجو میگم موهاش بلونده. کلاگیس میذارم چی میشه این به خاطر رفاقت. به خدا نه یعنی میخواستم پیش من خرابش کنم. بشین چای بخوری، بشین. چقدر شما رو دوست داره.